برنامه‌ای میخوایم بنویسیم که با دیکشنری بتوانیم اون رشته ای رو که داریم بفهمیم که چند تا حروف بزرگ و چند تا حروف کوچک داره. خب این رو یک می‌نویسیم، یک متغیر کیس آپر مساوی با 3. خب یک متغیر آپر بهش میگیم صفر. اینجا یک متغیر لور و در اینجا میگیم از حلقه فور استفاده میکنیم. for I in text if I dot is the upper root، یعنی اینکه توی این حلقه فور که تکس هستش، متغیر تکس، اگر این is upper یک متدی هستش توی استرینگ ها. خب میاد چه کار میکنه؟ is upper میاد اون حروف های بزرگ رو میسنجه، پیدا میکنه. خب میگیم upper در واقع مساوی با این. و از دستور الیف استفاده میکنیم چون که میخوایم یک بلوک شرطی دیگه بنویسیم. is lower برخلاف حروف بزرگ هستش، یعنی حروف کوچک رو میشماره. خب میگیم lower در واقع مساوی با 1. خب در اینجا میگیم یک. وقتی که برنامه رو پرینت بکنیم میبینیم که این متن 4 تا حروف بزرگ داره و 12 تا حروف کوچیک. خب می‌ریم حروف بزرگا رو بشماریم ببینیم چند تا هستن. 1 2 3 4. می‌بینیم که به این شکل میتونیم این برنامه رو بنویسیم.